خوش سلیقه شد. اگه یه روز اینو به تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد. اوه محسن بیا تو بخون آبرمون نره. اگه یه روز اینو به تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه. نفر قبلی که میخون کی بود؟ من بودم. خوب میخونیم؟ میای واسه من بخونی؟ بله که میام. خوب میخوند؟ دیگه سلیقه است دیگه. شما میاد؟ من؟ نه شما. من؟ بله این که اصلا نمیخون. پسر جون خوب میخونی ها؟ میای تو اتاقم بخونی؟ خوش گذشت صاحب دیگه دو تا آهنگ با بودی جواب تلفن نمیدادی؟ خدا وقت تو گرفته بودم از نوبت تا یاد. درو واکن نگو خود درو دست تو بشکنم درو واکن. ها برای داخل اتاق چیزی لازم نداری؟ چرا؟ بیا داخل تمیز کن. بیا داخل تمیز کن. یادت نره تا میتونی بگو خرج دارو دستی. خیالت راحت یک آتیشی به زندگیشون بزنن. بابا کجا این دلمون تنگ شده بود. شما بی معرفت این خونه جدید ما نمیاد. خونه خریدین؟ آره پنتهاوس برج زعفرانیه رو خریدیم دیگه. شما از این خونه قدیمی کلنگیتون خسته نشدی؟ یادم MDF هم خیلی آشغال بود. از پس خونت بدت میومد عوض نکردی؟ نه هنوز قرار من که کل MDF ها رو اکسترا کار کردم انقدر لاکچری شده که نگو. عزیزم سویچ بنز دارم به تو. بنز؟ آره واسهش بنز خریدم راحت باش. شما هنوزمون لگن رو سوار میشی. بازم تشریف بیاری. بچه بیان یه استوری هم بگیریم. دوستای قدیمی ساده زیست و صمیمی. مردم زندگی دارن ما هم زندگی داریم. بیا رفته براش بنز خنده وقتی که لکنده اتفاقا بنزشون هم خراب شده دارن هول میدن. بنزین داری؟ دست با چلوفتی. ساساتو بکن. ساده زیست ها دوستای صمیمی با همون لگن قدیمی. بریم باریکالله خواست گل ما بود واسه بچهای تیم ملی برسه به دست بچهای تیم ملی که با انرژی پرچم ایران رو جلوی رقیبا بالا نگه دارن. شما هم میتونید توی این چالش شرکت کنید و ویدیوهای پاس گلتون رو به بچهای تیم ملی با هشتگ همراه تیم تو صفحتون بذارید. من محمد عباسی و امیرعلی عسگریان رو به این چالش دعوت می‌کنم. گل کردن منم هست باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. ببخشید من معذرت میخوام حواسم نبودین. پاوربانک که شما انرژایزره منم یه دونه مثل این. همون نگاه همون حس همونی بود که میخواستم. تو همه عکسایی که واسش میفرستادم میخندیدم ولی اون سرسخت بود و میگفت تا لحظه‌ای که عاشق هم نشیم نمیخنده. لحظه عاشقیمون رسید. خندید. کردم من
تو میترسی همشون گوشه نشستی نکنه میخوای مثل همیشه دوستاتو جمع کنی دوباره برقصی احتیاط پس شرط عقل پشیمون شده هر کی که گوش نکرده این شما این که اشتباه میکنید هر جا آب میبینید ایشنا میکنید نمیدونید آب خطرناکه فرستاکی هیجان داشته باشه این ما بیا سر بخوریم از اتفاق چرا نمیگه که وایسادی لیز بخوری شاید تو آب بکتری ریز بخوری چرا داد بپره تو گلو تو خفشی و بعدش یکی بخوره بهت و چپشی و دستگاهاشون میافتن دونه دونه رو همون رو آدما که زیرشن و بعضیا تو فرقشن و بعضیا میافتن رو زمین تیکه پاره فهمیدی آب خطر داره؟ آخه آب که نداره ترس سوارشون از دست تو دست چرا نمیخوای حال کنی وقتی اینجا همه این واسه تو آماده است خیلی هیجان دارم واسه فردا. هیجان چرا؟ یعنی تو هیجان نداری؟ قرار فردا کلی سورپرایز هم کنی دیگه. سورپرایز؟ فکر فردا چه خبره؟ نمیدونی چه خبره؟ فردا چیه؟ فردا چی شد؟ بذار آب بیارم فردا 25 بهمن روز ولنتاین. عزیزم که من طلعه بود دیدیم با هم. کی میخری واسم؟ ولنتاین میخرم دیگه. روز ولنتاین. یه گوشی جدید نمیگیری واسم؟ روز ولنتاین واسط میگیرم. روز ولنتاین. واسه مبلمون عوض کنیم از این مبلای ویترا بگیریم. آره ولنتاین دیگه. همش ولنتاین. روز ولنتاین. چرا رفتی چرا من بیقرارم چرا هر آدمی دوست داره روز تولدش کنار کسی که دوستش داره باشه. امروز 2 اسفند تولد منه ولی تنها توی این همه آدم این شهر فقط یه بدشانس میتونه اینجوری تنها بمونه. ببین من امروز تولدمه همه گلاتو ازت میخرم به شرطی که چند دقیقه کنارم بشینی. جانم باش نوشتارو بعد مرگ فایده نداره جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم ببین من فقط چند دقیقه است دیدمت نمیشناسمت ولی نمیدونم تو همین چند دقیقه احساس میکنم یه حسی بهم. احساس میکنی یه حسی بهم چی؟ اصلا برو خودت نهیری ها. 1 سال قراره یه 206 بگیری. بس کن دیگه میدونی قیمتش چقدر شده میخوام برم دزدی کنم ماشین بخرم. دیگه اسم 206 تو این خونه نشنوم میکنه رونالدو و توی دروازه حالا رونالدو تعداد گلاشو به 206 میرسونه. اگر 1,788,990 آقای شماره 206 اسم تو صدا زدم 206 بعد از اینکه هم زدیم میذاریم روی گاز بپزه به مدت 206 دقیقه. شارژ این ماهتون 206 اضافه. سلام آقای ایزی تبریک میگم شما تو قرعه‌کشی بزرگ تپسی برنده خودروی 206 شدی. میگن خیالاته ولی احساس میکنم چند تا جن دنبال منو هی میگن بیا وسط. بفرستین سفر. الو الفبای سفر. واقعا به این سفر احتیاج داشتم ولی چرا نمیای واسه؟ بیا وسط. کاش میفهمیدم بیا وسط یعنی چی. دیگه سفارش نکنم و مراقب بچه باش. خیالت راحت. الو کجایی؟ خانمم رفت و شب نمیاد پاشو بیا اینجا.
همینه. برو سانت رونالدو. میگم بیشه دست برشه خرابش نکنه. اینجوری نگاهش نکن، این نابغه است. رمز اینستاگرام و گوشی و کارت آبربانک همه رو بلده. سامون رو یه آهنگ شاد واسه همو بذار حال کنه. سلام، سفارشتونو. سفارش چی؟ 20 کیلو پسته. 20 کیلو پسته؟ آقا اشتباه شد. آقای محسن ایزی نیم ساعت پیش از اپلیکیشن کوکی کلاب با گوشی سفارش دادیم. گوشی؟ شرمنده این گوشی دست بچه بود، اشتباه دستش خورده. نابغه است. آره نابغه. پولش اینترنتی پرداخت کرد.